بر تاجیکستان عزیز نوروز می آید چه خوش. نوروز زیبای عجم فیروز می آید چه خوش. بینگر به گلهای وطن سرخ و سفیدی چمن، بر خاندان تاجیکان غمسوز می آید چه خوش. بادا مبارک تاجیکم فرخنده روزیت کنون، از ملک زیبای سخن صدسوز می آید چه خوش. اندر ضمیر عشق ما تابنده بادا مهر تو، صفت و نوای بلبلان هر روز می آید چه خوش. درد و غم دیرینه را از خویشتن دور افکنید، شادی بی پایان ما امروز می آید چه خوش. نفسی تازه نوروز مبارک باشد، جشن فرخنده فیروز مبارک باشد. نوروز در فرهنگ ملت ما آغاز سال نو، موسم بیداری طبیعت و کشت و کار دهقان است. مست در همین شب و روز برکات دهقان روشن نمودار می شود. طبیعت قبای سبز به بر کرده عالمیان را از روز نو، روز سعادت و روز پیروزی به تاریکی مژده می دهد. شکوه و جلال نوروز منور در کشور ما به شرافت صاحب استقلالی و درک خودشناسی ملی دیگر باره با همه صمیمیت و رسم و رسوم هزار ساله پیشین پدید آمده است. جهانی شوی نوروز که با سهم بی‌نظیر راهبر فرهنگ آیین، ذکاوت پیشه و ملت دوست، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بار دیگر فرهنگ تاجیکان را در پرتو وحدت عمومی بشری آیین جهانی ملت به سراسر سیاره نشر ساخت تا از فیض و برکات آن جامعه بشری بهره‌مند گردند. نوروز کهن‌زمین تاجیکان، زادگاه آدم شعرا استاد ابو عبدالله رودکی سپیتامین و دیوشتی چمقانه را تراوت است خاصه ملی. خواستگار آنم نوروز که به گفت استاد ابو عبدالله رودکی با 100,000 نصرت و آرایش عجیب وارد دل و دیده ها می شود، نیت ما را پاکتر ساخته، کینه و قدورت، بخل و حسد را می زداید. مردم با دست دل و گرم با امید نیک به کشت و کار می پردازند. فرارسی نوروز سال اسب را بار دیگر برایتان مبارکبادی ها گفته سرسبزی ها خواهانیم. ای هموطن، مبارک نوروز باستانی، با مژده امانی پیغام شادمانی. باغی به نام کمال خجندی فضای ادانه داشت. در اینجا تشکیلات و کارخانه ها، مؤسسه ها و محله های شهر با گذاشتن دیگ سمنک طرب و شادی داشتند. بانوان نازنین با پوشیدن لباس ملی، ادرس و چکن حسن افزای بزمگاه بودند، می رقصیدند و شعرخوانی می کردند. یاران چی خوش است نام نوروز، دارد همه احترام نوروز. تعظیم نموده از تحت دل، گوییم ز جان سلام نوروز. هر عیش و نشاط زندگانی پیوسته بود به نام نوروز. مرغان همه پرخروش گشته مستند مگر ز جام نوروز. بر قالین سبز نوبهاران فرخنده بود خرام نوروز. یکی از سنت های نوروزی این پختن سمنک است. سمنک نوعی از خورش نوروزی است که از سبزه گندم پخته می شود. خود سبزه رمز احیای طبیعت و زیبایی و آسایشتگی حیات به شمار می رود. عاید پختن سمنک کهنسالان چنین نقل می کردند: گندم را 3 روز در آب تازه یا آب باران تر کرده می ماندند. بعد که گندم نیش می برآورد به قبل مردم روده می شد، آن را گرفته در طبق هموار کرده می گذاشتند و رویش را با داکه تازه می پوشانیدند. روزی که باران می بارید به بیرون می برآوردند و پس از باران آب زیادتیش را پالانده باز برده به خانه‌ای که کسی بیگانه به آنجا ندارد می گذاشتند.
вақте ки гандум сабз шуд, бояд ҳеҷ кас онро набинад, зеро ки пай меафтад. ё худ дар вақти пухтан кӯшиш мекарданд ягон каси нопок ба болои дег наояд, зеро пай меғалтид ва суманак дар дег парақ-парақ садо мебаровард ва аз дег зарраҳои суманак берун мепарид, ки рафта-рафта маҳсули дег кам мешуд. одамон дар ин гуна ҳолат мегуфтанд ки суманак дар дег намеистад, пай ғалтидааст, чашми кадом нопок расидааст. ақидаи дигаре ҳам буд ки ҳар касе аз дӯстон ё ҳамсоягон агар дар вақти пухтан ба назди суманакпазон ояд, бояд то пухтани суманак, яъне то ба саҳар ҳамроҳи онҳо бошад. омадану рафтан иҷозат набуд. одамони азодорон набояд гандум сабзонанд. тибқи бовариҳо, агар шахси азодор ё мотамдор гандум сабзонад, решаҳои сабза мисли хунсух мешудааст, ки онро сабза вайрон шуд гуфта мепартофтанд. рӯзи муайяни суманакпазӣ 3-4 нафар занҳои ҳамсоя бо машварат дар хонаи яке аз ҳамсоягон ҷамъ мешуданд. маъмулан онҳо бегоҳӣ ҷамъ мешуданд ва суфраеро боз карда сабзаҳо мегузоштанд, онҳоро зиёрат мекарданд. сипас ояте аз Қуръони Карим тиловат карда дар ҳаққи пири пухтагар дуо мехонданд ва сабзаҳоро мебуриданд. дар бегоҳирӯзӣ сабзаҳои порашударо ба дег меандохтанд, то чашми каси бегона набинад, то ки пай нафтад. баъд занҳо алав мекарданд, бо навбат дегро бо кафча ё кафгир мекофтанд. дар дег 7 адад сангча меандохтанд, ки рамзи бобаракат шуданро ифода мекард. онҳо дар назди алов нишаста барои хобашон набурдан афсонагӯӣ, чистонёбӣ ва сурудхонӣ мекарданд. суманак бӯйи баҳор аст, бале. суманак шабзиндадор аст, бале. суманак дар ҷӯш мо кафча занем, дигарон дар хоб мо дафча занем. суманак авҷи баҳор аст, бале. суманак гул дар канор аст, бале. суманак донаи гандум, бале. суманак меҳнати мардум, бале. суманак дар шаби тор аст, бале. суманак кори барор аст, бале. иди наврӯзӣ муборак, бале. базми фирӯзӣ муборак, бале. ман раиси маҳаллаи дастсолагии Истиқлолият Муҳаммадиева Гаварой. мо имрӯз тамоми раисои маҳаллаи шаҳр иқтидом гирифтем ки ҳамакаса шуда деги суманак монем, деги суманаки наврӯзӣ монем. мо аз он шод ҳастем ки дар ин рӯзҳои баҳорӣ, дар ин рӯзе ки баҳор гулҳо мешукуфанду баҳор ба даргоҳи ҳар яки мо қадам мемонад, ҳар рӯзатон наврӯз бод, наврӯзатон фирӯз бод. Ассалом, номи ман Ҷамила, дар Тоҷикистон Ҷамила мегӯянд, номи ман Ҷанел Ричардсон, шаҳрварам Инок. Мо аз шаҳри Аласка омадем, соли 2006 Тоҷикистон омадем, худо шукр 20 сол шуд. соли 2008 Панҷагемба омадем. Аввал душанбе ба кор кардем. ман чӣ қадр хурсанд дар Тоҷикистон вай урфу одати тоҷико бинем аз вай иди Наврӯз албатта як фарҳанги Тоҷикистон ҳушрӯ нишон метиҳад. агар вай пеши дег мебед мебинед суманак кофтосен, аз ин мехобед, худо баракат мепурсед. ин чиз мо ёд гирифтем, ҳам хурсанд мешем ки шумо урфу одати Тоҷикистон бинем. ҳам медонем баҳор як баҳор дигар ҷо борин не. инҷа баҳор омад, гули сабзан катор омад. дар инҷа вай шери тоҷик вай як чизи дигар ҳаст. дар Тоҷикистон хай фарҳанги Тоҷикистон бомба маъқул. بهار آمد صدای بلبل آمد نسیمی فارم و بی گل آمد لباسی سبز را صحرا ببر کرد کلاهی سبز سفید آلو سر کرد عشق دل آرایم بلبل گویایم در سایل زرافشان در راه من انتظارم در سایل پنجه کنتمه
برای همه انتظارم گفته بودی پس فردا با نزد تو می آیم گفته بودی پس فردا با نزد تو می آیم در سایل زر افشام برای همه انتظارم در سایل شیر دایرو در راحت من انتظارم سمنک در چشم و کفچه زنیم دیگران در خواب ما کفچه زنیم سمنک در چشم و کفچه زنیم دیگران در خواب ما کفچه زنیم سمنک در زیبه ها رسه بایی شمسی ندارست بی خوشی سنه یک بار سنیدم بارم سمنک در چشم و کفچه زنیم دیگران در خواب ما کفچه زنیم سمنک در چشم و کفچه زنیم دیگران در خواب ما کفچه زنیم لب شد تا من نزار حرفی سخنشی کنم در دامانی تو را بار دهان شیری کنم در دامانی تو را بار دهان شیری کنم از کتاب کیمیای عشقم موزم سبق تا که جان دادم برا یک کهکشان شیری کنم تا که جان دادم برا یک کهکشان شیری کنم لب شد تا من از آن حرف سخن شیری کنم در دامانی تو را بار دهان شیری کنم در دامانی تو را بار دهان شیری کنم روی چون سر برگ سور خود را بخاطر آورم چون را در چشم بود گل چون چمن شیری کنم چون را در چشم بود گل چون چمن شیری کنم لب شد تا من از آن حرف سخن شیری کنم در دامانی تو را بار دهان شیری کنم در دامانی تو را بار دهان شیری کنم سمنک در چشم و کفچه زنیم دیگران در خواب ما کفچه زنیم سمنک در چشم و کفچه زنیم دیگران در خواب ما کفچه زنیم بینندگان گرامی، ما در گرد دیگی سمنک کارمندان بیمارخانه مرکزی شهر قرار داریم و می‌بینیم که اینجا پزنده خیلی نامی و ماهر بانو عبدالله و مشغول سمنک پزی هستند و از نام تمام مردم پنجکند کارمندان این ساحه را صمیمانه شادباش میگیم و حالا از خدیجه بانو پرسان میشم که چگونه همین هنر برایشان دست داد، زیرا که زن بانو کدبانوی خانه دارای همه هنرها باشد و هنری که امروز خدیجه بانو دارا هستند به نهایت هنری دشوار و ناتکرار است. کسب سمنک پزی نهایت هم کسب نازک است. این رو از گندمش سر کرده، از تازه کردن گندم تر کرده. نگاه بین گندم بسیار مشکل است، نه همه میتونند این کار برای قاعده پیشتر سمنک پزا آب سمنک رو از آب باران میگرفتن، آب نیسان میکنن، از آب باران میگرفتن، آب باران گرفته نگاه می‌داشتن و به سمنک به نیت می‌گذاشتن که نوروزی شود، سری شود، پوری شود، ارزانی شود. ما کارمندان ساحه بیمارخانه مرکزی شهر پنجکین امروز در این دیگ سمنک گذاشته تا اینکه نوروز به خاصیت شود و از نام رهبریت بیمارخانه مرکزی شهر تمام شمایان رو با نوروز آمده ایستاده تبریک و تهنیت گفته. به همتون پیش از همه صحت سلامتی
با کارهایتان موفقیت آرزومندم. نوروز شد و لاله خوش رنگ برآمد، بلبل به تماشای دف و جنگ برآمد، مرغان جهان جمله بکردم پرواز، مرغ دلی من از قفس تنگ برآمد. من کلی مردمی عزیز پنجکین، مردمی تاجیک تمنیات آن را دارم که الهی همه وقت تنشان صحت سلامت باشد. از نام خودم، از نام کلی کارمندان بیمارخانه، از نام بیمارخانه بیماری‌های استراحتی، همه مردمی عزیز شهر دیهاتم را با فرارسی عید نوروز، عید فطر که امروز هر دو در یک روز آمده است تبریک مبارک باد می نمایم. با آنها پیش از همه صحت سلامتی، خوشبختی، روزگار، آسوده حالی آرزومندم. بگذار همه وقت روزشون چون نوروز باشد. سمنک رمز بهار است، میله شب زنده‌دار است. این خوشی سال یک بار است، سال دیگر یا نصیب. آرزو امشب خور شد، سمنک در خود بجشد. دلخوشی جامه بپوشد، سال دیگر یا نصیب. این گلی فصل بهاران، دلخوشی دارد هزاران. خاصه بر شب زنده‌داران، سال دیگر یا نصیب. نوروز به همه شما مبارک باشد. امروز طبیعت با نفس بهار بیدار شده است. دلمان لبریز از شادی نوروزی است و در این فضای پر از نشاط ما همگان با نیت نیک و با آرزوی زیاد، با مهر و محبت بی اندازه سمنک نوروزی رو که رمز فراوانی است برای آمد نوروز خجسته آماده نموده ایستاده ایم. امروز خیلی روزی دراز و پرمشقت بود، ولی ما که به مهر و محبت و با خوشحالی سمنک رو تیار نمودیم، مشقتش رو یگان درجه حس نکردیم. نوروز خجسته مبارک بود. سمنک در جشن ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما کفچه زنیم. سمنک در جشن ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما کفچه زنیم. ای خداوندی زمین و آسمان، تا به نوروزی دیگر ما را رسان. بهار آمد به نیکروزی، بچین گلهای نوروزی، بپوش طاقی زردوزی، بهار نو مبارک باد. نوروزی دیار آمد، پیغامی بهار آمد، در موسم کار آمد، نوروز مبارک باد. نوروز 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 مبارک باد. هم زیبی چمن نوروز، هم زیبی وطن نوروز، در دشت و دمن نوروز، نوروز مبارک باد. نوروز 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 مبارک باد. салому дуруд ҳамдиёрони азиз, бо истифода аз фурсати муносиб
یکی شما رو با فرارسی ایدی اجدادی ایدی ملی نوروز عجم سیمانه شادباش می‌نمایم و طلب آن را دارم که این نوروز و این ایدی بزرگ ملی با خاندان هر یکی ما و شما فیض و برکت بیارد. چکلی که ما آگاهیم از سال 2010 با تشبوس بی‌واسطه پیشوای معظم ملت و کشورهای حوزه نوروز جشن نوروز عجم به همچون جشن بین المللی تبدیل داده شده در سرتاسر دنیا جشن گرفته می شود. نوروز عجم ما نوروز بین المللی اعتراف گردیده و همه ساله در سراسر دنیا جشن گرفته می شود و نوروز جشن فیض و برکت و نوگانی ها است. بار دیگر نوروزتان مبارک همدیاران عزیز. در همین روز سعید، در همین روز نوروز عجم با همه فارسی زبان‌های روی دنیا گفتنی همچون طبیب تنتان به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکتان آزرده گزند مباد. نوروزتان مبارک، سعادتمند و کامگار باشید. امروز ما کارمندان مرکز سلامتی شهری در دیگ سمنک جمع آمدیم. ما با نیت‌های نیک با دل پاک دیگ سمنک ماندیم که با راهبری پیشوای ملت محترم جناب عالی امامعلی رحمان تاجیکستان ما روز تا روز زیبای و آباد شده ایستاده است. ما طرفدار جناب عالی هستیم. ما فخر میکنیم که چنین جناب عالی امامعلی رحمان داریم. تاجیکستان به پیش، به پیش، به پیش. بار آمد گلی سبز قطار آمد به دهقان وقتی خیر آمد باری لاوزار آمد. آمد گردم حیلالا حدوق آمد گردم حیلالا کامتی من باشی حیلالا از قدم گردم حیلالا باغبان در کشام از سیری باغت آمدم، باغبان در کشام از سیری باغت آمدم. از گلان نمیچینم از دور تماشا آمدم، از گلان نمیچینم از دور تماشا آمدم. سینه سند و جان تصد و خانه مهمان آمده است، سینه سند و جان تصد و خانه مهمان آمده است. از زرفشان یک جوانی ماهی تابان آمده است، از زرفشان یک جوانی ماهی تابان آمده است. باغبان در کشام از سیر باغت آمدم، باغبان در کشام از سیری باغت آمدم. از گلان نمیچینم از دور تماشا آمدم، از گلان نمیچینم از دور تماشا آمدم. من گلی رئی تو را سیب گویم یا انار، مثل تو زیبا ندیدم من در این ملکی حصار، مثل تو زیبا ندیدم من در این ملکی حصار. باغبان در کشام از سیری باغت آمدم، باغبان در کشام از سیری باغت آمدم. از گلان نمیچینم از دور تماشا آمدم، از گلان نمیچینم از دور تماشا آمدم. نوروزتان مبارک شود. با صد قهر و تمکین برگشتی دویده، برگشتی دویده. من نیز از خفایش رفتم چونان دویده، رفتم چونان دویده. در باغ میخیرامی آن ماه نو رسیده، آن ماه نو رسیده. تا من کشاله میرم گلها را چیده چیده، گلها را چیده چیده. رفتم با سر تمنا آنگه من از خفایش با احتیاط کرده آهستک صدایش. یک دی جانبی من دیدم رخی شماهش، چادر برو کشیده با دستی پرهینایش.
من امروز ما اهل کلکتیو در اینجا در گرد دیگ سمنک جمع آمدیم. الهی امسال سالی به خاصیت شود، سمنک‌های ماندگی ها ما الهی کم خوشرو شود، در تمام جهان صلح و آسایشتگی شود. انا در دل هر یکی ما که ارزی نیک داریم الهی همه ما به همه ارزی ها ما رسیم. نوروز که بر زمین بود حسن فضا، رفتند چه عصرها و او راست بقا. خواهی که اگر بقای عمرت باشد بر روی زمین به مثل نوروز بیا. نوروز به همه هموطنان مبارک باشد. پروانه‌ام و گرد چراغ اومدیم، دیوانه‌ام و یار سراغ اومدیم. من بلبلم و میل ندارم به چمنو، ماننده گل به سراغ اومدیم. من بلبلم و میل ندارم به چمنو، ماننده گل به سراغ اومدیم. یارم 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 ای یار دل آزارم، یارم 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 دل آزارم. این کرده سفیدی به قرار اومد رفت، دو کوزه آبش به کنار اومد رفت. گفتم که روم آبه که دست تکشه گیرم، ماننده که ابری نبهار اومد رفت. گفتم که روم آبه که دست تکشه گیرم، ماننده که ابری نبهار اومد رفت. یارم 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 ای یار دل آزارم، یارم 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 ای یار دل آزارم. جانان بهار شده است تو کی می آیی، وقتی گلی خار شده است تو کی می آیی. تو وعده به برفای زمستون دادی، برف همه آب شدن تو کی می آیی. تو وعده به برفای زمستون دادی، برف همه آب شدن تو کی می آیی. یارم 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 ای یار دل آزارم. همه همگیاران خویش را با عید نوروز بین المللی تبریک نموده و همه آنها صحت سلامتی و کامیابی ها را آرزو مندم. عید نوروز بین المللی که هر سال با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان قید کرده می شود، امسال نیز با یک شکوه شهامت خاصه در اینجا جشن گرفته ایستاده ایم که و ما در اینجا این چنین دیگ‌های سمنک گذاشته شده است و مردم با یک خرسندی در این چهاربینی اشتراک نموده ایستادند.
مشتاق رویت من سروی زبان بدیلم جا داری بدیلم جا روی زیبا داری نازو ادا داری بدیلم جا داری بدیلم جا عشقی رویت من بسته این رویت من مشتاق رویت من سروی زبان عشقی رویت من بسته این رویت من مشتاق رویت من سروی زبان هرچی کنه میلتان داماد آید سویتان آسته بیند رویتان داماد آید سویتان آسته بیند رویتان
در موسم کار آمد نوروز مبارک باد نوروز 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 مبارک باد هم زیبی چمن نوروز هم زیبی وطن نوروز در دشت و دمن نوروز نوروز مبارک باد نوروز 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 مبارک باد بخندد لاله بر صحرا به سان چهره لیلا بگیرد ابر بر گردون به سان دیده مجنون ز آب جو هر ساعت همه بوی گلاب آید در شسته است پنداری نگاری من رخی گلگون اگر یک زلف بفشاند از او صد دل رها گردد و اگر یک چشم بگمارد دو صد دل را کند پرخون یا بدست شایا تماشا کن جای جا شهر زباد تشا بهای تادیستان. در نزد خیمه‌های ادانه و دیگ سومنک معاونان رئیس شهر پنجکند آمده مردم شهر و دهات را از نام رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده با فرارسی نوروز و عید سعید فطر شادباش نمودند و فرح و شادمانی و بردباری ها تمنا کردند. چی مراد و مقصدی که داره همین توجیه نوروز به جامعه عمل شده همه وقت فرهنگ شهر بوسنی پنجکند در میقیاس جمهوری خود شروع معرفی میکنم. حال فرهنگ ما بسیار بقوا. چون ما زادگانی اقتصاد لایق رودکی حافظانی بریمان داریم. وجه افساسون میگنه همون کلوان. چون که با الان کادرهای جامعه با هم تربیت میدم برای همون بهترین هاش ها. هر بار دیگه نوروز تو مبارک. جهان در بدرم